یک روز هم یک جا واخوری داشتم، از بس که بسیار سرکار بودم بینم چیزی رو فراموش کردم. بر اومدم پیاده گفتم یک کمی روم. پیشم 4-5 دختر بود، همراهشان یک پسر صنف 9. خدا شاهد است سخنرانی آنها را من طاقت نکردم. نه کم از 5 دقیقه از این ایستگاه تا اون ایستگاه رفتیم، سخنرانی آنها را بین همدیگر شنیدم. من راستی چیزی گفته نمیتوانم. ما اخیر کفیدم، گفتم یک لحظه ایستادم، گفتم شما صنف چند میخوانید؟ گفتن صنف 9. چی بود؟ نه گفتم همین تنها پرسیدم. و وقتی که اونجا می نشستم با حتی یادم هست که هنگیر خندیده مسخره میکردم مرا که این چی و پرسید چی. گپ سری سخنرانیشان می رود که من گفتم نمیتوانم، اما فهمید به نهایت تربیه رو ما بیشتر سوال در بین است که میگوید که مکتب تربیه کنند، لیکن پدر مادر تربیه کنند. اما فکر شخصی من است که بهترین مدرسه، بهترین مکتب این والدین است. پدر و مادری که در خانه هستند، استادها هم قدر خود را دارند، اما اینها افضلتر هستند، چون اینها با رفتار خود از همه مهمتر با رفتار خود اینها تربیه میکنند. یعنی هر معامله را تکرار میکنید شما در زندگی زنها طرف شوهر چگونه مناسبت میکنید، همون مهم است، همون در وی خودش ثبت میکند کودکان ما. ها اینگونه معامله باید کرد، ها اینگونه. گفتن از دیدن کلا دیگر است. دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز. یعنی هرچی را که میبیند او کلا دیگر از نظر به آنی که میشنود. به این خاطر بهترین مکتب مدرسه این اولا شما هستید. بسیار چیزها رو در نزد فرزندان خود با احتیاط باشید. اگر که کسی را نپرسی چگونه تربیه کردن فرزند رو، همه میگویند چگونه است و چیزهای عادی هستند. یعنی فرزندها دوام دهنده عمر شما هستند. فرزندها اینها نفرانی هستند که ما اگر خوبشون به سر کنیم چون فایده بزرگی برای ما میارند. همین طریق می رود.